شاهی هالند، استودیوی مرکزی اینم چینل. من انیتا شریفی و همکار عزیزم مشید جان فیاض و آقای ذبیحالله مجاهد سخنگوی تحریک طالبان مهمان خانه های شما هستیم. از ایشان سپاسگزاریم که به دعوت ما لبیک گفتن و امشب حاضر شدن تا به سوالات شما عزیزان پاسخ دهند. آقای ذبیحالله مجاهد سخنگوی تحریک طالبان، سلام بر شما، خوش آمدین به برنامه. و علیکم السلام. من به نوبه خود سلام خود را به شما چنان نترس و صبوری چو فاروق و خالد، تو برکز دنیا فساد و سیاهی، تو شمشیر خیبر سپاه خدایی، بلرزد ز عزمت جهان ستمگر، بکن شام دنیا تو صبح منور، توی مظهر محترمتان تقدیم میکنم. خدا کنه جور و صحتمند باشین همه دوستا در خدمتتون. خب آقای مجاهد، چند مدت است که شما به صفت سخنگوی طالبان وظیفه انجام میدید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خانده و مصلی اما بعد تقریبا 13 سال میشه که من من حیث سخنگوی امارات اسلامی ایفای وظیفه میکنم. آقای مجاهد، روند آزادسازی اسیران جنگی تکمیل شده یا خیر؟ آیا حکومت تا هنوز چند تن از اساکر شما را از زندان رها کرده و شما چند تن از اسرای دولت را رها کرده؟ باید بگویم که روند رهایی زندانیان قسمی که توافق شده بود همان گونه نرمال پیش نرفت. موانع ایجاد شد و بعضی از مشکلات پیش آمد از طرف جانب مقابل که متاسفانه رهایی زندانیان هنوز هم تکمیل نشده، ولی حد اکثر آن تکمیل شده و به نتیجه رسیده. ولی ای که چی وقت به پایان میرسه پروسه منتظر هستیم تا همه زندانی ها از دو طرف رها شوند تا اعتماد بلند بره و زمینه به مذاکرات بین افغانی آماده شود. تا حال از طرف ما 737 تن از زندانی های اداره کابل رها شده و از دو طرف زندانی های ما 3682 تن تا به حال رها شده. آقای مجاهد، ما اطلاع حاصل نمودیم که تعدادی از اسرایی که جرمشان از نظر حکومت خیلی سنگین است، حکومت نمیخواهند بدون محاکمه آزادشان کند. نظر شما در این مورد چی؟ نه، این خیر بانسازی های است که 4 ماه دوام کرده. طبق توافقنامه قطر باید در 10 روز ابتدایی بعد از امضا همه زندانی ها رها می شدن و ما در مذاکرات بین افغانی برمیگردیم که 4 ماه میگذره. بسیار پیشرفت های خوبی می داشتیم انشاءالله تعالی و ممکن حد اکثر کار ما تکمیل می شد. ولی متاسفانه اداره کابل از رهایی زندانیان قسمی که توافق شده بود ایبا ورزید، مشکلات را ایجاد کرد و بهانه‌سازی کرد. اول گفت که چند تن رها نمیکنیم، باز گفت که این زمان رها میکنیم که جنگ استاپ شود، باز گفت که زندانیان را که رها میشن ملکی ها هستن، افراد مونیسن، بهانه‌های مختلف را آوردن. در این جمله یعنی بهانه اخیر هم که میگن چند تن دوسیه هایشان جرمی است یا مثلا در حقوق العبد آنها متهم هستند باید رها نشوند. این هم عین بهانه ها است که قبلا گذاشته. این افرادی که اسیر شدن گرفتار شدن افراد ما بودند، به نام مجاهد و طالب گرفتار شدن و به نام از اینکه مخالفت داشت با آمریکایی ها و به اشغال کشور خود یا را اسیر گرفتن و در زندان بودند. اینال بدون از این یک اتهام که سر زیاد زده میشه یا اسیر جنگی بگوییم یا بندی سیاسی، کدام نام دیگه به رزی گذاشته نمیشه. یکی آنها هم متهم به جرمای شخصی نیست و نه هم خدای نخواسته کدامشان حق العبدی ظاهر کرده که سرشان دعوا باشه. این یک بهانه است که در رسانه ها پیش میکنند و به خاطر تعقیب انداختن این پروسه و تخریب پروسه از این بهانه های مختلف استفاده میکنند. حکومت افغانستان میگویند که شما نیز تا هنوز اشخاص مهم زندانی ها را رها نکردین، فقط کسانی را رها کردین که اساکر و مسافرین بودند که شما از مسیر راه از موترها پایین کردین. در این مورد شما چه گفتنی دارین؟
این موضوع را ما رد میکنیم، به خاطر که هم افرادی که رها شدن ما ویدیوها و تصاویر آنها را پخش کردیم. خودشان میگن که در کدام قرارگاه وظیفه می‌داشتن و کارتای معاشاتشان هم نشان میدن، شمارهشان هم میگن، همچنان از زمان کارکردگی خود را میگن، اعتراف میکنن که یا در ارگان پلیس بودن یا در اربکی بودن یا مثلا در اردوی اداره کابل فعال بودن و همو سالهای خود را میگن که چندین سال در پای وظیفه کردن در خطوط صف دشمن. این خودش وانمود میسازه که هم افراد نظامی هستن، افراد ملکی را ما میگیریم و نه او را باز قسم تبادله رها میکنیم. اگر کدام کسی ملکی به کدام جرم گرفته میشه و محاکم سپرده میشه، بعد از حل معضلشان خودشان رها میشه، نیاز به این نداره که او را تبادله کنیم با کس. و این که خودشان زندانیای خود را درستر نمیدانند، اکثر وقت اسمایشان را نمیدانستند، ولدشان را نمیتونستند بتن، آدرس دقیقشان را نمیتونستند بتن. بسیار بی‌تفاوتی اداره کابل را نشان میده نسبت به زندگی اساکر خود و پلیس خود که آنها را افراد ملکی میدانند یا میگن که آنها را یا شناسایی نکردن. یک ضعف است یا بی‌تفاوتی در مورد افراد خود شد. آقای مجاهد، ما از طریق فضای مجازی شاهد بودیم که اکثر اساکر شما که از زندانها آزاد شدن دوباره به جبهه جنگ پیوستن، اما وقتی که اینها از زندانها رها شدن قسم کرده بودن که دوباره به جبهه جنگ بر نمیگردن. ماجرا از چی قرار است؟ از شما میشنویم. واقعیتی است که این بار که زندانیان رها میشه 5000 با همگی آنها گفته شده که به صفوف نظامی پس نگردن و نیاز هم دیده نمیشه. شما اگر بیوگرافی زندانیان را دقیقا مطالعه بکنین یا شناسایی بکنین، هر کدام آنها 5 سال 6 سال تا 18 ساله در زندان سپری کردن. آنها طبعا از لحاظ روحی و روانی هم آماده از این هستند که پس برن به خطوط جبهه و نیازمندی هم برشان وجود نداره در صفوف ما، چون خود ما افراد قدر کثیر افراد داریم که نمیتونیم افراد خود را اکمال بکنیم، اسلحه برشان تهیه بسازیم، مسائل لوجستیکی را برآورده بسازیم. پس نیاز دیده نمیشه که ما اسرایی که در بند بودن از لحاظ روانی نیاز به یک استراحت دارن و معالجه دارن، آنها را پس بیاریم به صفوف نظامی. این ادعا درست نیست، ما را رد میکنیم و هیچ کدام مثال از این هم کسی آورده نمیتونه که فلان کس مثلا رفته در کدام جای دیگر به فعالیت آغاز کرده، پس خودشان به خانواده هایشان پیوسته زندگی خود را آغاز کردن، از سر میگیرن. همچنان بعضی ها تعلیمات خود را در نصف مانده بودن، پس از تعلیمات خود را سر میگیرن. بعضی ها مریض هستن که نیاز به معالجه دارن، بعضیشان طبعا از لحاظ روانی صدمه دیدن که باید استراحت بکنن. به این مورد چیزی که افواهاتون پخش میشه ما او را رد میکنیم. اسیران را که شما رها کردید، آیا توافقنامه هم داشتید که اجازه دارن تا دوباره به وظایف نظامیشان بروند یا خیر؟ برای همه اسرا که رها می شدن از طرف مسئول کمیسیون اسرای ما یک حکم صادر شد برای تمامشان، راهنمایی شدن که باید برن به خانواده های خود زندگی خود را سپری بکنن و نیازمندی های خود را برآورده بسازن، کسی که مریض است معالجه خود را بکنن و به صفوف نظامی نپیوندن. از طرف دیگر به مسئولین و قماندانان نظامی هم دستور داده شده که اسرایی که اگر خودشان خواهش میکنن هم نپذیرن، آنها را نگذارن که در صفوف نظامی باشن تا خانواده هایشان دیگر زجر نبینن و خودشان هم نیاز به معالجه و استراحت دارن، از لحاظ روانی هم باید استراحت بکنن. نیاز هم دیده نمیشه، از او خاطر برشان دستور داده شده که باید به زندگی عادی خود برگردن. مذاکرات بین گروه طالبان و حکومت افغانستان چی زمان شروع خواهد شد؟ آیا شما تدویر مذاکرات را به تأخیر مندازین یا خود حکومت افغانستان؟ متاسفانه جریان مذاکرات باید در بعد از 10 روز از امضای توافقنامه 29 فبروری آغاز میشد. ما منتظر بودیم که باید در زمان خود زندانیان رها شوند، مذاکرات بین افغانی آغاز شود تا ما به حل مسائل داخلی برگردیم و یک مرحله بسیار مهم و عمده که ملت ما منتظر از او بود تا بحران جنگ پیدا شود و خاتمه به جنگ بدیم، یک راه حل معقول سیاسی را جستجو کردیم. ولی متاسفانه از طرف اداره کابل تا با امروز سنگ اندازی شده، موانع ایجاد شده و این پروسه به تعویق افتاده.
شاید آنها در صلح، در امان، در جریان مذاکرات یا در موافقت مذاکرات شاید منافع شخصی خود را در صدمه و ضرر میبینند. آنها میخواهند هنوز در قدرت باشند، هنوز آمریکایی ها میجا حضور داشته باشند، پیسه که بدون حساب میان و مصرف میکنن و دزدی میکنن در اختیارشان باشه. ای که ملت که رنج و درد را میکشه او را در فکرشان نیست. طبعا آنها نمیخواهند که مذاکرات آغاز شود. اگر ما آمادگی کامل خود را داریم، 4 ماه میشه ما منتظر هستیم، ملت و مردم ما هم منتظر مذاکرات است و راه معقول حل مسالمت‌آمیز قضیه افغانستان هم در مذاکرات افتاد. شرایط شما برای مذاکرات با حکومت چی است؟ اشخاصی را که حکومت برای مذاکره با شما تعیین کرده برای شما قابل قبول هستند یا خیر؟ از شما میشنویم. شرط اولی خوب به خاطر آغاز مذاکرات رهایی 6000 زندانی بوده در دو جانب که در فیصله نامه دوحه تصریح شده. بعد از او ما کدام شرط دیگری نداشتیم، باید با مذاکرات بین المللی برمیگشتیم و اشخاصی هم که آنها معرفی کردن اگرچه ملحوظات و ملاحظات وجود داشت، بازم به خاطر حفظ منافع اولیای کشور خود، به خاطر اینکه زود برگردیم به یک نشست بین افغانی و شاید هم کمی کاستی که وجود داره در نشست ها برآورده شد و پس جبران شد، از او خاطر ما کدام ملاحظه سر از او هم نداریم فعلا. بهتر است پروسه زندانیا تکمیل شود زودتر و ما برگردیم به آغاز مذاکرات بین افغانی. اصلا ما هیئت ما تکمیل است، خدا کنه جانب مقابل هیئتش تکمیل باشه و زودتر پروسه بین افغانی آغاز شود. آقای مجاهد، پیش بینی شما در مورد نتیجه مذاکرات شما با حکومت افغانستان چیست؟ در این مورد برای مردم افغانستان چقدر اطمینان می‌دهید که این مذاکرات به نتیجه خواهد رسید؟ تا او حدی که ارتباط میگیره به امارات اسلامی افغانستان، ما تعهد خود را به پیشبرد مذاکرات و به گام‌های مثبت داریم و ما آرزومند هستیم تا عوض دوام جنگ دوام پروسه سیاسی را ترجیح میدیم که پیش بره و نتایج خوبی داشته باشه. ملت ما هم آرزویش است که جنگ به پایان برسه و یک نتیجه ملموس خوبی داشته باشیم تا نیروهای بیرونی هم از افغانستان کشیده شوند و یک نظام واحد و اسلامی را که همه افغان ها زیر چتر زندگی کرده بتانند با وجود بیاید. اینا برمیخوره به جانب مقابل که چقدر آنها آماده هستند که این عدد بسیار بزرگ ملت افغانستان را بتانند برآورده بسازند.